نگاه این الان بیغ بیغ منه، یعنی داخلش قرمزه. بنابراین شما فقط با پرداخت 73 میلیون تومان به راحتی میتونین این دستگاه رو بخرین و قرمزی رنگ هندونه رو تشخیص بدین. دقیقاً فقط با 73 میلیون، البته با یک ضریب خطای خیلی کمه. شما زن و شوهر واقعا تعطیلی. 2 سال عمر خودتون رو گذاشتین پای این آشغال. آشغال که قیافته بهشون 2 سال پشنه، 1 سال و چند ماه؟ 11 ماه. مهم است که کار بنه دستگاه. این واقعا کار میکنه؟ بله. اصلا واقعا کار کنه. من سوالم اینه که کی پول میده واسه این آشغال؟ آشغال که قیافه توم هست، بعدشون این دستگاه کاربردی است. بله، قیافتون چون نکن چاقو شکمت نزدم. تو میدونی چند از پدرها تا حالا به خاطر کقبیان هندوانه جلو بیچه‌هاش خجالت کشیه یعنی همی بابای شورا یک هندوانه به خریابی کل فامیل جمع کرده بی همه قاشق به دست منتظر قیافه هم میگرفت که مثلا مو خیلی حالی مرا تپ به تپ میزد هندوانه میگفت هندوانه مال کیست، فامیل میگفتن مال ماست، چاقو بزد پرش کرد. باور که خود ما بیشتر پره رفتیم. چندی کقبی دو دلم به باباش گفتم همی. شما چی گفتی به بابای من؟ دلم گفتم عزیزم. شما بیجا کردی تو دلت به بابای من گفتی همی. اوه حالا دعواتون رو بزنین واسه بعد. بحث من الان چیز دیگه است. منطقی آخه یه نفر 73 میلیون پول بده به این؟ مگه آدم تو زندگیش چقدر هندونه میخوره؟ 73 میلیون داد. آقا 73 میلیون داد. ما هر دفعه میخوایم بریم هندونه بخریم باید اون دستگاه رو به خودمون ببریم. جیبیشه درست کنم. ای بابا بس دیگه. به جای اینکه به بیچاره کمک کنین یک سره دارین ازش ایراد میگیرین. حسودا. شهره جون عزیزم، شما این دستگاه به چند تا شرکت نشون دادین؟ آره بردیمش. خب نتیجهش چی شد؟ هیچی دیگه، شهرامو که میشناسی، میریم اونجا دعوامون میشه میندازنمون بیرون. وا یعنی چی؟ یعنی اینکه با میشیم میریم توی جلسه میشینیم 3 ساعت وقت میذاریم، اونا من میگردن میگن این آشغال چیه، ایشون زرتی میگه آشغال که قیافته. خب وقتی فاش متن چیش بهش بگم؟ یه کار دیگه هم میتونین بکنین. میتونین به شرکت‌های خارجی ایمیل بزنین. ایمیل؟ این کودن ایمیل میدونه چیه؟ نه فقط خودت بدونی ایمیل چیه. ایمیل چیه؟ همونا که www در اولش. آره www داره. ایمیل آقا بحث من اینه که کدوم احمقی میاد اینو بخره؟ عموی من. نمیزون چیز که عموش گفته تولید انبوه پول متو. ایمیل اون بعد حرفی نیستا. آره تازه اونا به دلار هم پول میدن، پولشون بیشتره. ایمیل بزن. بخ بریم ایمیل بزن. بخ حسودای پلاستیکی. یا عباس، یا خدا. شهرام بیا برامون ایمیل اومده. شهرام چی گرفتم؟ ترسیدین؟ ترسیدم، ببخشید. بیا نگاه کن. چی گرفتم؟ ایمیل اومده از یه شرکتی برامون، بخون. کو؟ من چک کردم. گفته چیه؟ گفته هلو سلام بعد اینا چیه؟ عددشو بگو. نه مفهمم. چی عدد؟ آره 30 میلیون. ما به هوای 30 میلیون بخیزم برم تا خارج. علامت دلار قبلش هم نگاه کن، عقل کن. یعنی چه؟ 30 میلیون دلاره. 30 میلیون دلاره. وای پولدار شدی. چورا فقط جونک سری برو خانه پیاده 30 میلیون. جنبه. بله 30 میلیون دلاره. گفته به عنوان پیش پرداخت تا 1 ماه دیگه 10 میلیون دلارشو واسهتون واریز میکنن. یه خواهش دیگه هم که داشتن که با هیچ شرکت دیگه وارد مذاکره نشید. نه ما اصلا با ایش مختلط بگم. آخرش هم گفتن که مجدد بهتون ایمیل میزنن. احتمالاً میخوان اطلاعات دقیق‌تری ازتون بگیرن. خدا خیرش بده. خدا. دلار چنده الان؟ دلار چنده؟ دلار امروز فکر کنم 53 بعداً حساب می‌کنیم. شهرام جان الان چه خبر شوهر خانم؟ بابا چطورن؟ خوبن؟ سلام دارن خدمت. از وقتی عروس شدین کلا نیست. نفرمایید. جانوره ماشین حساب جانوره. ناهار که نخوردیم. دستتون درد نکنه ما میریم. نه نخورده. نه زشته شوهر شهرام. خانم من ناهار نخوردم. اگه نخوردین که نه نخورده. صبر کنین. ما مزاحم شما نمیشیم آقای مهندس، ما باید بریم. این منوی رستورانه، کیفیتش هم خیلی خوبه. من خودم سفارش می‌خوام بدم. دست شما در خواهش می‌کنم. فقط یه نکته بهتون بگم، این شرکت‌ها رو بیشتر در موردش تحقیق کنین. یک وقت کلاهبرداری نباشه. خب یعنی الان دقیقاً باید چیکار بکنیم؟ در چه حد زبانتون؟ گلیمتون میتونه عذاب بکشه؟ اوکی یس بابا اف کورس. خب خوبه دیگه. انتخاب کردین؟ بله ما یک دونه ما زمین. مزاحمتون نمیشیم آقای نه یک دونه. نه خواهش می‌کنم. تاکه وای بی زحمت بریم و برای خانم. چی؟ این یه لحظه. تاکه وای همین که چی مرغه. تیک اوی منظورت فکر کنم.
ما یکم یعنی تلفظات زیاد وارد نیست. ببین تیکوی یعنی بیرونبر، اصطلاح بیرونبر میشه. بردی خب من فکر می‌کنم با این تفاصیل شما دوتا جفتتون با آموزش زبان نیاز دارید. خدمت شما عرض شود ما نه. یک دونه چلوگوش یک دونه ماهی. ما میریم شهرام جان. چی کنی؟ من نهار گذاشتم. من دارم خونه. سفارش میدم شهر خانم راحت بس بشین. دلارا رو بگیریم تعارف این نکن. کلا مخرومش چند چی شد؟ کلا چند چی چند؟ هیچ. منو تو چیز فاکتور غذا چند رفت؟ آقا شهرام مهمون من قربونت برم. دستتون درد نکنه آقای مهندس. ببخشید پول داره اصلا ما زحمتتون نباید تعارف شدم. کنیم. این چیه؟ آیفون. نه اونو میدونم. این چیه گذاشتی پشتش؟ او مانی چیش میگن اینا؟ فارسیش پول است. بچه گنج پیدا کردین؟ راه حل جواب داده عزیزم. ایمیل به شرکت خارجی. بله. باریکلا. بعد اون آشغال چند فروختی؟ آشغال که قیافت اما 30 میلیون دلار. بعد الان براتون پولم واریز کردن؟ نه الان واریز نکردن گفتن هفته دیگه 10 میلیون دلار پیش پرداخت. خب خدا رو شد. شهره جون شیرینی ما یادت حتما نره. عزیزم. خب بعد اینا رو چجوری خریدی؟ فیکه دیگه. فکر قیافت نخه چکی بخریه این ازم دم چک گوشی 80 میلیون بی ازم دم چک بودایم 120 میلیون. اینطوری که 40 میلیون ضرر کردی. چیشه؟ ضرر کردی 40 میلیون. تری از چیش صحبت می‌کنی؟ زلر اصلا ما اگه دیگه مفهمم زلر چی چیز گفتیم هفته پیش یک ماشین برای شورا بخریه یک 206 500 میلیون بی 750 میلیون ازم دم چک بودایم. به مبارک باشه. پس الان با ماشین اومدی. نه دیروز شورا تصادف کرد. نه پرایده مقصر بیا مقصر شورا نه رفتم اونجا دیون شورا حالش خراب در گیری همینم ماشین داغون رفت فکر می‌نیش کردم بنزین برداشتم برختم دیری ماشینا پر بنزین فندک بزایم فایر چیش میگه شما آتش شوله مردم هاجو واج بیندری چیکار می‌کنی گفتم میره آتش بزایم که زنم بفهمه اصلا ما دیگه مادیات برات اهمیت نداره. بله 700 میلیون آتیش زدی؟ 750 میلیون پره رفته از صدت. احمد من میگم که کم کم بریم که به تاریکی شب بر نخ. مخزه بره گوشی داره اسفادت زنگ بره می‌خوره. پره بره مخزه بره مامانم نگرانم شده. نگران ازم همین دیتا بی پی مارتر من نداره میگن نگران رفته بره حسودای پلاستیکی. شهرام اینجوری نگو بالاخره اینا هم دوستاتن. دوست دارن اما حسود نمیتونن ما رو ببینن نه؟ خب چیکار کنم با دلارا با 10 میلیون نگفتم باش نکنی شوخی خرکی رو. ایده خودت بود الکی تقصیر من انداز. بعدم اصلا فکر نمی‌کردم بتونه اون ایمیلو بخونه. او طرف ماشین خریده. ماشین آتیش زده. حالا چجوری بهش بگیم؟ مثل من الان درستش کنم. الو 115 ببخشید ما یکی از دوستامون تقریبا نیم ساعت دیگه سکته میکنه. من خواستم پیشاپیش خبر بدم. مسیرش اگه تو مسیرتون بود بیاین اینم ببریم. الو این کافه چند مرزه بخرمش اینجا جدی میگم کافه چند اما کافه چند